برادرها وقتی که در جنازه شرکت میکنتون و گفته همون دوستای خدا که عقل باید کار فرماید، مرده را بیند و خود به هوش آید. می حال وقتی مرده را میبینی باید تو به هوش بیایی. این مرده یا تماشا کردی عبرت گیری برادر عزیز. پیغمبران ما گفتن وقتی که انسان که مرد، این انسان را وقتی در تابوت بار میکنن، بعد این نماز جنازه مردم میبردارن قبرستان میبرن. از پشت همین مرده سه چیز میرد گفتن. ولی برادر نگاه کنید، وقتی مردیم سه چیز از پشت ما هم میرد. خلاص اهله و ماله و عمله. گفتن اهلش، فرزند و خویش و تبارش، مال و ملکش، عملهای خوبش یا بدش، کار خوب یا بد تا قبر میره. نظام گنجوی خدا رحمت و مغفرت کنه میگفت همه هستند و همراه تو تا گور. و همه مردم همه تا قبر میرن همراه تو. زن و فرزند و اخوان و زر و زور، زنت، فرزندت، برادرهات، مالت و آدمهای زور تا قبر میرن. روان این همراهان غمناک با تو. اگه خداوند انصاف دیدو بعضی بنده ها غمناک میرد، بعضی هاش از پیش همون تابوت با خندیده میرد، بعضی جدد مجنشتگی با موزیک همون تا قبرستان میرد. زن و فرزند و اخوان و زر و زور، روان این همراهان غمناک با تو، نماند هیچ کس در قبر با تو. یگان کس در قبر کتت نمیمونه. ای حبیب خدا بودن سه چیز میرد و فیرجو اثنان و یبقا واحد. از همین دو تش برمیگردد خانه میبیاد، یک تای همین در قبر با همراهی تو میمونه. و چیزی که در قبر همراه ما میمانده باشد، باید ما در دنیا حرکت همون نکنیم که در قبر میمانده. گفتن فیرجو اهله و ماله و یبقا عمله. گفتن اهل و عیال و خویش و تبار و فرزند پدر و مال و ملکت میبیاد خانه، فقط یک عمل خوب کرده باشی، عمل بد کرده باشی، در قبر همراه تو میمونه. صوفی علیار در کتاب مسلک المتقینش میگفت مرده را برن سوی گور. معنای همین حدیث، مرده میبری در نزد قبر میمانی، جان مسکین نظر کند از دور، روح انسان در همون جسد نگاه میکند، می نگوید بر نفس که ای بدکش، میگه ای جسدی پلید، هم به من ساختی و هم بر خویش. یک کار کردی که حاضر همه میمونن میرن، در قبر من که توی عذاب میکنم. عاقبت حال این چنین بوده، چرا عمل نکردی بفرموده؟ میدونستی که آخر این زندگانی مردن است، آبروی نزد مولا بردن است. ورنکوری گور بو بین گفتمت، یک زمان بیکار منشین گفتمت. عاقبت حال این چنین بوده، چرا عمل نکردی بفرموده؟ این که میخستی و میخفتی، سحری میخستی نماز بامداد نمیگفتی، وقتی خواب میکردی نماز خفتن نمیگفتی، چی میگفتی؟ این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی. بیوفا بود است مال و جفت. این مال و فرزند و زن بیوفا بود است. نزد پروردگار خود چی خواهی گفت؟ خداوند با چی جواب میدید؟ عزیزی خدا میگفت نه دیده بود که جستجویش نکند، نه کام و زبان که گفتگویش نکند.
هر دل که در اون مهر الهی نبود، گر پیش سگ افکنن بویش نکند. این دل باشد که در این محبت بالا نباشد، خداوند همین دل پیش سگ پرتا، سگ نمیخورد. ابو سعید ابوالخیر خدا رحمت مغفرت ند میگفت که گر طاعت خود نقش کنم بر نانه و آن نانبینی هم پیش سگ برخانه و آن سگ سال گرسنه در زندانه، از ننگ برا نان نمیاد دندانه.